خب اینو تصور کنین، خرگوش و لاک‌پشت افسانه‌ای این بار نه تو مسابقه 2 بلکه تو یه مسابقه فوتبال حسابی روبروی هم قرار گرفتن. سوت داور به صدا در میاد و خرگوش مثل برق از زمین رد میشه. با سرعت باور نکردنی توپو از لای پاهای لاک‌پشت رد میکنه. تماشاگرها از خوشحالی سر و صدا میکنن. اما لاک‌پشت اصلاً جان نمیخوره. آروم و با حوصله منتظر لحظه مناسب میمونه. خرگوش با حرکات نمایشی و قشنگش پز میده، اما صبر کنین، زیادی از خود راضی میشه و پاش به گوشای خودش گیر میکنه و زمین میخوره. حالا توپ دست لاک‌پشته. آروم با حوصله هر قدمش حساب شده. استادیوم ساکت میشه. یعنی لاک‌پشت واقعا میتونه این کارو بکنه؟ خرگوش بلند میشه، با یه سرعت زیاد برمیگرده. اما لاک‌پشت مثل همیشه خونسرد جا خالی میده و خرگوش از کنارش رد میشه. لاک‌پشت نشونه گیری میکنه و شوت میزنه. توپ مثل حلزون آروم قل میخوره. خرگوش از قبل جلوی دروازه منتظره، اما از شدت خنده حواسش نیست که توپ داره میلیمتری نزدیک میشه. و بعد گللل، لاک‌پشت گل میزنه. جمعیت منفجر میشه. فکر خرگوش میافته. کی فکرش میکرد؟ همیشه هم سرعت حرف اولو نمیزنه. بعضی وقتا آروم و پیوسته بودن هم بازی رو میبره. پس دفعه بعد که عجله داشتین، برد بزرگ لاک‌پشت رو یادتون بیاد. صبر، تمرکز و یکم شجاعت، این جادویی واقعیه. ممنون که تماشا کردین و تو کامنت ها به من بگین خرگوش و لاک‌پشت دفعه بعد باید کیو به چالش بکشن؟